سلام، من تمام ویدیوهایی که تا حالا آپلود کردید رو نگاه کردم. به نظرم همشون جالب و فوق‌العاده ترسناکن. اما فکرشم نمی کردم خودم یه چیزی مثل داستانهای شما رو تجربه کنم. این داستان منه. من توی شهری تو کشور فیلیپین زندگی می کنم و آدمای اینجا به شدت خرافاتی هن. به خصوص مسن‌ترها. من هیچ وقت به اون خرافات باور نداشتم، اما حتی تصورشم نمی کردم که یه روز اون خرافه ها جونمو نجات بدن. 2 ماه پیش معلم خصوصی یه دختر تو محلمون شدم. دستمزدش خوب بود و خانواده‌ش هم همینطور. 3 هفته می شد که معلم خصوصی بچه‌شون بودم. اون روزم داشتم میرفتم خونه‌شون که دیدم مردم دارن عجیب غریب نگاه میکنن. انگار روحی چیزی دیده بودن. اهمیتی ندادم و رفتم خونه شاگردم. درشونو زدم و مامانش با لبخند در رو برون باز کرد. ولی لبخندش ناگهان محو شد و مثل همون مردم تو خیابون نگام کرد. فکرم شاید آرایشم خراب شده. برای همین ازش پرسیدم، ولی همونجا بی صدا وایساد. اون سکوت عجیب با صدای خنده شاگردم شکسته شد که با خوشحالی اسممو صدا میزد و دوید سمتم. منم میخواستم بود تو هم بغلش کنم، ولی وسط راه وایساد و شروع کرد به گریه. مامانش خواست کارشو توجیه کنه و گفت فکر کنم یکم خستشه، میتونی تا من ناهار درست میکنم بری تو حال بشینی. با اینکه گیج شده بودم ولی رفتم رو مبلشون نشستم و یهو صدای جیغ شاگردم اومد. چرا معلمم سر نداره؟ از چیزی که شنیدم شوکه شدم، ولی وقتی باباش اومد نزدیکم اوضاع از اونم ترسناکتر شد. با چهره‌ای وحشت زده بهم گفت فکر کنم بهتره بری خونه، ولی یادت باشه تا رسیدی خونه تمام لباسهایی که الان تنت رو بسوزون. نمیفهمیدم چی میگه، ولی الکی سرمو تکون دادم و رفتم خونه. وقتی رسیدم خونه تمام اون اتفاقات عجیب غریب رو به مامان بابام گفتم. با اینکه مثل من هیچ وقت خرافاتی نبودن، ناگهان بلند شدن و شروع کردن به دعا خوندن. بهم گفتن فوراً لباسایی که اون روز پوشیدی رو بسوزون. عکس العملشون منو خیلی ترسوند و فوری کاری که گفتن رو انجام دادم و همون شب لباسامو سوزوندم. وقتی داشتم میسوزوندمشون یه بوی بسیار عجیبی شنیدم که دلم میخواست بالا بیارم. به داداشم گفتم حواست به لباسام باشه تا من برم یه لیوان آب بخورم، اما توی راه قش کردم. وقتی پا شدم ساعت 7:30 شب شده بود. از مامانم پرسیدم چی شده و بهم گفت که قش کردم و منو بردن بیمارستان، ولی گفتن که حالم خوبه. از اونجا که صبح نتونسته بودم پاشم، مامان بابام به والدین شاگردم اطلاع دادن که مریضم و نمیتونم بیام. ولی بعدش از تو رادیو چیز خیلی شوکه کننده ای شنیدم. فهمیدیم حدود 8:30 صبح تو خیابون تیراندازی شده بود و خوشبختانه هیچ کس آسیبی ندیده بود، چون کسی اون موقع تو خیابون نبود. ولی اون همون خیابونی بودش که همیشه ازش میرفتم خونه شاگردم. اونم دقیقاً 8:30 صبح. بعداً فهمیدم که دلیل اینکه شاگردم منو بدون سر دیده بود این بود که نزدیک بود کشته بشم و اگه لباس هامو نمیسوزوندم قربانی اون تیراندازی میشدم. میدونی تو فیلیپین اگه مردم بدون سر ببیننت باید فوری لباسایی که تنت رو بسوزونی تا اتفاق بدی برات نیفته. این یه هشدار قبل مرگه.